حصار عافیت یوسف را شد دامن عصمت. مکن دور از برم یا رب لباس پارسایی را. در زمانی که شعر زبان مردم بود، او همچون آواز حقیقت و انسانیت پیدا شد. او نه تنها شاعر بلکه روشنفکر بود که حقیقت را ستایش میکرد و بر ضد بی‌عدالتی مبارزه میبرد. سعیدای نصفی یکی از بزرگترین شاعران تاجیک در عصر 17 بوده، با آثار پرارزش خود در ادبیات و عرصه سخنوری نقشی مهمی گذاشته است. سال تولدش معلوم نیست. اجدادان او از نصف بوده ولی خودش در بخارا در عائله هنرمندی کم بضاعت به دنیا آمده است. زندگی سعیدای نصفی در ایام جوانی نهایت دشوار و پرمشقت سپری گشته است. او در بخارا تحصیل گرفته، در آموزش علمهای فلسفه، اخلاق، موسیقی، خصوصاً در حکمت و عرفان یکی از روشنفکران پیشگام می گردد. آریایی ها، ایرانی نژادها، تاجیکان و فارس ها هزاران شاعر خرد بزرگ را در دامن خود پروریدند و هدیه جهان کردند که چشم دنیا کمتر دیده است. به قول شبلی نعمانی میگوید که اگر شعر تاجیک و فارس را، ادبیات تاجیک را، شعر تاجیک فارسی را در یک ترازو مانیم و شعر دنیا را در یک ترازو، شعر ما وزنی نمیکنه. و در هر دوره از بابای رودکی سر کرده در دوره حکمرانی سبک خراسانی، سبک عراقی، مکتب وقوع، سبک هندی، بازگشت و شعر نو، ده ها شاعران بزرگ داریم که آنها گاه شناختند و گاه ناشناختند. و یکی از همین گونه شاعران معروف که تا عصر گذشته مردم ما با سبب‌های عینی و ذهنی نبودن دولت ملی او را کمتر میشناختند، این سعیدای نصفی بود که در عصر 17 زندگی او ایجاد کرده است و در دوره حکمرانی سبک هندی. و اولین تذکیره که درباره سعیدا معلومات می‌دهد این تذکیره ملیح‌های سمرقندی است و اولین کسی که در دوره نو ادبیات ما در عصر گذشته سعیدا و آثار او را به مردم شناساند این استاد عینی بود. در تذکیره نمونه ادبیات تاجیک از آثار وی نمونه ها را آورد و مردم دانستند که شاعر مثل سعیدا داشته است، وگرنه سعیدا را نمیشناختند. سعیدای نصفی زاده یکی از بزرگترین شهرهای تاجیک نشین است که امروز در قلمرو تاجیکستان نیز با نام نصف که قبلا با نام نخشب معروف بود. یک چیز جالب این است که ضیای نخشبی نام یک ادیبی در اونجا با دنیا آمده بود که اثری دارد با نام توتینامه و دانشمندان یعنی دانشجویان فارسی آموز مسکو و سنت پترزبورگ و خزان دیگر شهرهای روسیه و نه تنها روسیه بلکه غرب نیز زبان کلاسیک فارسی را از طریق همون کتاب ضیای نخشبی همشهری میرابط سعیدای نصفی گویا که از بر میکنند. مهارت ادبی او هنگام تحصیل در مدرسه همواره رونق یافته. در زمان جوانیش بهترین آثار دلپذیر و پرمضمونش آفریده شدند. در مدت کوتاه اشعارش به دل مردم راه یافت و همچون شاعری توانا نام برآورد. هر کی با دشمنی خلق روان است چو بحر، زود باشد که سری خویش چو گرداب خورد. یکی از شاعران خیلی هم بزرگ و در حقیقت تبلیغگری هنرمندی، شاعری مردم زحمتکش
اگر که گوییم خطا نمیشد. و اولین بار مردم ما را و بیرون از کشور ما را استاد اکادمیک عبدالغنی مرزایف شناس کرد و اثر استاد عبدالغنی مرزایف سیدا و مقام او در ادبیات تاجیک که هم به زبان تاجیکی و به روسی هم ترجمه شده بود، در دایره های متخصصان تاریخ ادبیات تاجیک فارس و هم ادبیات شناسی و عموما تاریخ ادبیات در اتحاد شوروی خیلی مشهور شد. در برابر اثری استاد عبدالغنی مرزایف بینایی که نیز تالیف کرده بودند. سیدا شاعری که از طبقه هنرمندها خودش که بافنده هم بوده است و یک شاعر خیلی بزرگ و وجود آمده، آثارش را به وصف و توصیف هنرمندان بخشیده است. اشعار سیدای نصفی نه تنها در دوران خودش بلکه در زمان ما هم خیلی اهمیت زیاد دارد، از اون خاطر که نظیر اشعار سیدا من فکر میکنم در ادبیات ها نیست. با اون عمق‌رسی، با اون اندیشه فیلسوفانه نسبت به دوران خود، نسبت به مردم، نسبت به بشر که بگیم آغاز آن را در اشعار سعدی شیرازی دریافت میکنیم. زندگی سیدا با شکست و بازسازی سیاسی و اجتماعی در جامعه آن وقته وابستگی داشته است. این وضع در آثار او مخصوصاً در تنقیدهای اجتماعی به طور روشن انعکاس می‌یابد. اشعار او پر از اشاره‌ها به مسئله‌های اخلاقی، عرفانی و اجتماعی میباشد که خواننده را به تفکر و خلاصه‌های عمیق دعوت می‌کند. تذکره‌نگاران و ادبیات شناسان به آثار پرمضمون و هدفرس شاعر بهای سزاوار دادند. زی دنیا هر کی شد لبریز، عمرش بی بقا گردد. چو کشتی پر شود از آب، گردابی فنا گردد. شدم پیر و نمی آید برون گهواره از یادم. قدم در ملک هستی تا نهادم، خانه بر دوشم. سیدا استاد مخمس است. در شعرهای او زبان فصیح، معنیهای عمیق و تصویرهای زنده به طور برجسته تجسم یافته است که خواننده را به درک موضوعهای مهم هستی میبرد. باید درباره مخمس‌های سیدا که یکی از استادان این نوع شعری است، باید در آینده محققان ما، خصوصا سیدا شناسان، سبک شناسان که درباره سبک ده‌ها تحقیقات در ایران، در افغانستان، در قلمرو شعر فارسی شده است، از اونا آگاه شویم. بعد درباره مخمس‌های سیدا سخن رانیم، خواننده را به راه غلط نبریم. متاسفانه حتی یک رساله استادا به اصطلاح درباره مخمس‌های سیدا نوشتند، اما همه را به همدیگر آمیختند، فکرهای غلط گفتند. شاعرانی که استادای سبک هندی هستند که سیدا با آنها پیروی کرد، آنها را شاعران ناشناخته گمنام گفتند. مثلا بابا فغانی که نفری است که کپروک از سبک عراقی به سبک هندی گذاشتند که سیدا اونها را همه اینا شاعرای بزرگ بودن، سیدا پیروی کرد. یا کلیم کاشانی که خلاق المعانی است، خیلی اینا را شاعران ناشناخته میگن. تذکره نویسان دقت به اون داده‌اند که سیدای نصفی با وجودی در دوران پرشور شهر و سرنیزا
дар замони ҷангу ҷидолҳо ва мухолифатҳои байни равияҳои динӣ ва дар даврони фарогир будани ашъори ирфонӣ зиста бошад ҳам, аммо ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти инсонро дар ашъори худаш ифода намудааст. ва бибинед бо чӣ як маҳорат дар бораи ошпаз суҳбат мекунад, дар бораи нонвой суҳбат мекунад, дар бораи он косибоне ки дар гирду атрофаш онҳо ҳар рӯз як неъмати модиро меофариданд, суҳбатҳои хеле зебо мекунад ва аз онҳо на ҳамчун як шахсе ки масалан дар кори ҳаррӯзаи дилбазанд бигӯем машғул ва кори мушкил меҳнатталаб сухан мекунад, балки онҳоро бо образи бадеӣ ҳамчун қаҳрамон ёдовар мешавад аз фаъолияти онҳо ва ин қаҳрамононро ба мо ҳамчун як қаҳрамонони даврони худ муаррифӣ менамояд, ки ин ҳам хеле як падидаи нодир аст ва аз ин ҷиҳат таскиранависон ба ашъори Саидо муносибати хуб кардаанд, аз ӯ ёдовар шудаанд ва ӯро ба хиттаи фарҳанги форсизабон дохил намуданд. Саидо дар нақди мо, дар адабиётшиносии мо гуфтем ки як нафаре аст ки ӯ бештар ба соиб пайравӣ мекунад, яъне ба касе пайравӣ мекунад, шеъраш ҳам печида аст, ҳам сода аст. Аз ҳама зиёд мухаммасҳои Саидо ба соиб аст ва ба дигар шоирони сабки ҳиндӣ, масалан бобо фиғонӣ, шеърӯзи урфӣ, назирӣ, толиби омулӣ, аммо бештар бузургии Саидо, вижагии Саидо дар чи аст ки ҳеҷ вақт шеъраш шеъри печида нест, яъне гунг нест. ҳар чизе ки гуфтааст вай ба мардум чи аст, дастрас аст. шоҳбайтҳои Саидо вирди забони мардум аст. Саидоро мардум мешиносанд бо ҳамун шоҳбайтҳояш ва дар мухаммасгӯӣ агар мо мухлиси бадахшониро агар истисно кунем ки баъдтар кашф шуд ки аз ҳама зиёд мухаммас гуфта будааст, аз ҳама зиёд то имрӯз мо мегуфтем ки Саидо 74 мухаммас гуфтааст ба шоирони сабки ҳиндӣ, бузургони сабки ҳиндӣ, аз ҷумла ба Калиму Соибу, Назирию, Урфию дигаро. аммо Саидо қуллаи баланди шеъри сода дар сабки ҳиндӣ аст. Саидо яке аз намояндагони барҷастаи сабки ҳиндӣ дар адабиёти форсӣ аст. ин сабк бо тасвирҳои мураккаб, истиораҳои амиқ ва мазмунҳои фалсафӣ фарқ мекунад. ӯ дар эҷодиёти худ забони содаву равонро бо маҳорат бо тасвирҳои мураккаб муттаҳид кардааст. зикор афтодааст ангуштҳо чун панҷаи шона, шикаста то ба бозу дастам аз доман кашиданҳо. зи аҳли рӯзгор ай Саидо нашнидаам ҳарфе, гаронӣ мекунад имрӯз гӯшам аз шуниданҳо. сабке ки имрӯз бо номи сабки ҳиндӣ машҳур аст, Саидо яке аз намояндагони равияи содаи ин сабк аст. дар ҳамин ҷо пайдо шуд. то имрӯзам ҳатто донишмандони мо чӣ расад ба мардуми авон гумон мекунанд ки сабки ҳиндӣ дар ҳинд пайдо шуд. не, бунёди сабки ҳиндӣ дар моваронаҳр аст, дар хӯросон аст, дар эрон аст. бузургтарин шоирон ин сабкро ба ҳинд бурданд ва бунёдгузори ин сабк урфи шерозӣ аст. назирӣ бунёдгузорони ин сабк, аммо мушаххасан урфи шерозӣ аст ки аз мактаби вуқӯъ аз бобо фиғонии шерозӣ сарчашма мегирифтанд ва баъдтар ба сабки ҳиндӣ мавсум шуд ва худи соиб, калим ва нозими ҳироти ки ин сабкро ба авҷ расонданд, мегӯянд ки ин сабк аз урфӣ сар шуда буд. гарчи урфӣ пардаи сози суханро тоза кард, ин наво аз хомаи соиб баландовоза шуд. яъне соибу калиму нозим ин сабкро чӣ кор карданд? ба авҷ расонданд ва дар ин байн
شاعرانی بودند که هم به سبک پیچیده سخن میگفتند، هم به سبک ساده، یعنی رویه ساده سبک هندی. و سعیدا یکی از نفرانی بود در ماوراءالنهر که اولین کسانی بودند که با شاعران سبک هندی دوره اول عرفی، نظیری، طالب، آمولی، کلیم پیروی میکردند و به قول صدری سعدیف که هر کسی که به شاعران رویه پیچیده پیروی میکردند شعرشان پیچیده بود. میرابط سعیدای نصفی از جمله اون متفکران شاعرانی می باشد که با ادبیات تاجیک سبک نوی را وارد نموده است که آن هم سبک شعر اجتماعی نام دارد و این سبک با اون معروف است که در آن نه تنها مدح مثلا عالم اطراف بلکه محض حیات اجتماعی مردم، هنرمندی، کاسبی، کسب‌های گوناگون انسان در محیط آفرینش یگان اشیا، یگان نعمت تصویر می شود. بهاریات از جمله بزرگترین آفریده‌های اوست که غایه اساسی آن را توانایی و قدرتمندی اهل زحمت تشکیل داده، آن در شکل تمثیل یعنی توسط عملیات و گفتار حیوانات به رشته تحریر کشیده شده است و در ادبیات کلاسیکی تاجیک بی‌نظیر است. شاعر با آفریدن این اثر تمثیلی قوه مغلوب نشونده طبقه مهنتکشان را نشان داده، پایداری و آبادانی جامعه و روزگار انسانی را از زحمت و پیکاری آنها وابسته می داند. حیوانها را به صلح و صلاح دعوت نمودن شاعر به آن دلالت می کند که او جانبدار وحدت و همدیگر فهمی است. از این جهت بهاریات سعیدا از اهمیت بلند تربیوی و اخلاقی برخوردار است. در تمام جنبه‌های ابراز نظر کرده است و استاد و مکتب را خیلی قدری او را بالا میگذارد. میگد که بی مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو را گشته گشته چرخ عالمگیر کرد. ببینید، یعنی در تمام موضوعاتی که ایشون ابراز نظر میکنن اونا خیلی زیبا و خیلی دلنشینن و میتوان گفت که یکی از بزرگانی است که از او نسل‌های بعدی خیلی چیزها آموختن و خیلی با او استناد میکنن در تایید این یا آن نمادی که از طریق ادبی باید بیان شود. سعیدا همچون شاعری زبردست اثر دیگری خود شهرآشوب را به حیات خلق مهنتکش هنرمندان بخشیده است، زیرا خود نماینده طبقه مهنتی بود. در این اثر دلرس خود هنرمندان و کاسبان را وصف و ستایش کرده، سعی و کوشش را بهترین وسیله رسیدن به حقیقت و به دست آوردن روزی می داند. مسعود سعد سلمان اولین کسی که درباره کسب و کارهای گوناگون اختصاصهای اونا صحبت کردند و از این لحاظ سعیدا در این دوره یکی از شاعران بسیار معروف شهرآشوب نویس است و درباره بهاریات گفتم که بسیار شهرت داره که خصوصا در قلمرو ادبیات کودک یا ادبیات بچگان، اما شهرت سعیدا فقط به غزل، به شهرآشوب، به اون بهاریات نیست. سعیدا یکی از کسانی است که در استاد مخمس است. ما باید در این باره هم اندک به بینندگان معلومات دهیم که از مخمس‌هایی که سعیدا در پیروی شاعرای سبک عراقی، سبک هندی، مکتب وقوع که به نزدیک به او بودند، بیشتر گفتیم به صاحب پیروی کرده. بنابراین که صاحب هم که مسئله های اجتماعی اخلاقی را در آثار خود میگنجاند، فراموش کردم که سعیدا یکی از شاعرانی چی است؟ تعلیم دهنده است. موضوع اخلاق مثل سعیدا در آثارش جوش میزند. در آثار سعیدا و در مخمس‌هایش به همون طلبات مخمس نویسی پر را جواب داده است.
شهرآشوب که یکی از ژانرهای خیلی در ادبیات ما معروف شده بود و یکی از همین رواج دهنده های ژانر شهرآشوب سیدای نصفی بود و می‌بینید اشعار سیدا در ادبیات تاجیک بعد از تحقیقات استاد عبدالغنی مرزویف مقام خیلی مهم را اشغال کرد. دلکم زرداب شد از چقچقی بافندگی، چشمکم پر آب شد از رشته های کندگی. از سحر تا شام پاچک میزنم در چهچهک، قامتم در تاب شد از کار و بار زندگی. زبان اثرهای سیدای نصفی از زبان زنده گفتگویی سرچشمه گرفته است. او سخنسرایی است که زبان شعر کلاسیکی تاجیک را به زبان گفتگویی خلق نزدیک کرده است. زبان آثار او به سبب علاقه نزدیک و آمیزش خود با زبان گفتگویی به زبان امروزه تاجیکی پیوندی دارد. در آثار او نه تنها تصویر زیبایی طبیعت، عشق و محبت و عدالت انعکاس یافته است، بلکه مسئله های فلسفی و عرفانی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. اصلا برای اون که با عمق اشعار و افکاری سیدای نصفی برسیم، باید که حتما به دوران او یک نظر نماییم. اگر به اصطلاح امروزه بگیم، اون یکی از دوره های گلوبالی شوی زبان تاجیکی به حساب می رود. به هر حال اون تحلیل هایی که من در این ساحه کردم مرا به همین فکر وارد می نمایند، وادار می نمایند، از اون خاطر که خب این دوام جهانگشایی های تیمور هم باشد، اما گسترش پیدا نمودن زبان تاجیکی و ادبیات ماوراءالنهر و خراسان، مخصوصا سبک جنوب شرقی، یعنی که وطن ما امروزه زبان تاجیکی به شمار می رود. بنابراین ما اشعار سیدا رو خیلی به سادگی می فهمیم، مثل که سیدای نصفی هم زمان ما باشد. آثار سیدا بیشتر به مردم نزدیک است، هم از لحاظ همون فضایی که سیدا زندگی کرده بود، یعنی یک زندگانی اشرافانه، یک زندگانی که شاعرای دیگر در هند داشتن یا که در ایران داشتن، در خراسان داشتن. سیدا از این گونه فضا برخوردار نبود، به مردم نزدیک میشد. شعرش از لحاظ موضوع، از لحاظ مندرجه بسیار غنی است. باید برای کاوشگران ما، محققان ادبیات، مواد بسیار سودمند میدهد و من از چند مثالایی که انا مختصر آوردم بینه که یعنی شعر روز است و شعر ضرب المثل مقال است، مثل صایب. سیدا در عصر گذشته وقتی که کشف شد که همین خیلی شاعری معروف داریم در سبک خب هندی و استاد لایق اولین کسانی بود که با صایب و با سیدا پیروی میکرد در اشعارش، در آثارش، که یکی از گویندگان شعر بسیار روشن و روان بود، بیشتر با صایب و سیدا پیروی میکرد. شعر سیدا از این عبارت بود که نه تنها در زمان خود رویه ساده، مفهوم روشن را برگزیده بود، بلکه بعداً شاعرانی که با سیدا پیروی کردن در عصر گذشته و امروز پیروی میکنن، همه اونها چیان؟ ساده‌گویند. او عشق پاک را وسیله رسیدن به کمالات انسانی می شمارید. در آثار سیدا اخلاق نیک، راست قولی و آداب انسانی ترغیب می شود. او بر بی‌عدالتی، ریاکاری و جهالت جامعه تنقید می کند. سیدا با شعرهای خود نه تنها حقیقت را آشکار می کرد، بلکه به مردم امید می بخشید. او شعر را واسطه بهبودی انسان می شمارید و به مردم بیداری می آورد. او با اشعار نمکین خود در رشد و تکامل علم و ادب دور
خدمت شایان تحسین نموده است و تا حال از شاعر به ما آثار بسیار باقی مانده که به مسئله های مختلف حیاتی بخشیده شده‌اند. عالمان و دانشمندان تاجیک هنوزم در شناخت شخصیت سیدا و معرفی آثار پرمضمونش تحقیقات جالب می نمایند و آن روز دور نیست که پهلوهای ناروشن روزگار شاعر و فعالیت عبرت‌آموزش باز هم روشن‌تر گردد. در اشعار سیدای نصفی هم عشق، هم وصف مهنت حلال، ساحه‌های گوناگون هنرمندی و بلند برداشته مقام هنرمندان زحمتکشان جای مهم دارد و از این خاطر یک عقیده بود که ادبیات تاجیک رواج و رونقش با عبدالرحمن جامی عصر 15 خاتمه یافت، ولی عبدالغنی مرزویف با کشف بینایی سیدای نصفی، ملهم بخارایی و دیگران اثبات کردند که ادبیات تاجیک بعد از عصر 15 نیز رواج یافت و سمتی این ترقیات ادبیات به سوی وصف هنرمندی و مهنت و تصویر زندگی اهل زحمت بیشتر روانه شده بود. بنابراین سیدا مقام خیلی شایسته را در ادبیات تاجیک اشغال کرده است. در سیدا شناسی اگر ما میخواهیم که سیدا را بشناسیم، سخنی علمی گفته باشد، تحقیقاتی که به تیر یعنی به تاریکی نباشد، به هدف رسیده باشد، باز هم عبدالغنی میرزایف است و صدری سعدیف. سیدا کیست؟ دوره‌ای که سیدا اجماع میکرد در ایران صفوی‌ها به سر حاکمیت بودند. در ماوراءالنهر و خراسان شیبانی ها و تر دور مشخصا اشترخانی ها مردم در یک حالت بسیار ناگوار قرار داشتند. سیدای نصفی هم اصلی یک شاعر خیلی برومندی فارس و تاجیک میرزا عبدالقادر بدیل است. زیاده از این ما درک از آن داریم که سیدای نصفی آرزوی هندوستان را دیدن کرده است و آن شهرت و اعتباری که خب دربار مغولان ما را به اندیشه وادار میکند که خب این محیط ها از همدیگر گسسته نبوده اند، بلکه با همدیگر علاقه های معنوی زیادی زیچ داشته اند. از آن خاطر که اون سبکی بیدلانه که بیدل اون رو اساسگذارش به حساب می رود، سبک هندی، و اون رو خیلی زیاد گسترش می دهد و با همین چیز شهرت عالمگیر پیدا نموده در ماوراءالنهر و خراسان هم یکی از شخصیت های برجسته شعر و ادب و عرفان به حساب می رود. یک نظیر آن در میراث سیدا هم وامی خورد. از این خاطر من فکر میکنم که همین جنبه باید که بیشتر آموخته شود، از خاطر آنکه همین علاقه های بین خوب فرهنگ ها رو یا اینکه شاید که فرهنگ گلوبالی رو ما بیشتر دانسته باشیم. سیدای نصفی خودش یک دانشمندی است که از قسم کاسبان شهرنشین برآمده است و در آثارش زندگی مردم، نه تنها زندگی مردم را به طور عمومی بلکه با استفاده از ابرازهای خیلی دقیق و عمیق زیبای ادبی با میان میگذارد. ببینید با وجود آن که نصف یک سرزمین خیلی نصف یا نخشب سابق و خرشی امروزه، یک گویا که سرزمین خیلی وسیع و آبادانی بود، از بس که کوچیان زیادی به اونجا حمله ور می شدند و مردم محلی در زیر فشار قرار داشتند، احساس بیوطنی می کنند. سیدا گرچه جهان در نظرم تنگ شده است، جای در کنج قفس کرده ام از بیوطنی. یعنی و غزلهای خیلی زیبا و شیوایی دارد که همه خوانندگان تاجیک، آوازخوانان تاجیک اونا رو خیلی با موقع و خیلی خوب می سرایند و
تاثیرش هم در ادبیات بعدی یعنی در ادبیات میشد گفت که از زمان او بابت نوین کلاسیک تاجیک خیلی زیاد است. سیدای نصفی شخصیت ناتکرار در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس بوده با شعر خود راه نو را باز نمود. او با استعداد خود توانست در روحیه مردم تأثیر عمیق گذارد و به فرهنگ تاجیکی میراثی گرانبهای باقی ماند. هرچند همزمانانش در آن دور به خاطر پیدا کردن زندگی خوب ترک بخارا کردند، ولی سیدا که در سرشت او تمکین و صداقت به وطن از همه والاتر بود، با قناعتمندی و صبر بیکنارش تا آخر عمر در بخارا ماند و طبق معلومات تذکره نویسان بین سالهای 1707 1711 این دنیا را پدرود گفت. همراهان رفتند و من پا در وطن دارم هنوز، تکیه چون صورت به دیوار بدن دارم هنوز.